مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز میخوایم راجع به یه قسمت کوچیکی از مافیای بزرگ موسیقی ایران صحبت بکنیم. البته اینو هم بگم که ما برنامه ناکوک رو در ادامه خواهیم داشت و کانال یوتیوب ناکوک رو هم اگر دنبال بکنید ما به صورت مفصل به مافیای موسیقی در کانال تخصصی ناکوک به همراه دوست خوبم سیاوش اون برنامه رو ادامه خواهیم داد. اما امروز در این برنامه میخوایم بپردازیم به ماجرای دعوای اینوری یعنی سحر با دنیا دادرسان که حسابی این دعوا در بین اهالی موسیقی و در بین مردم وایرال شده. اگرم نمیدونید داستان چی هستش براتون توضیح میدم و مافیای موسیقی رو برای شما افشا خواهم کرد. ماجرا از این قرار هستش که در طول چند سال گذشته رادیو جوان با بودجه‌ای که دریافت کرده و شفاف سازی هم نمیکنه تصمیم گرفته که یک سری از خواننده های خانوم رو معرفی بکنه. اشکال هم نداره با توجه به اینکه خانوم ها تو ایران محدودیت دارن و نمیتونن خوانندگی بکنن. اونا رفتن توی امریکا، حالا معلوم نیست که از کدوم نهاد و سازمانی فاند گرفتن. توی امریکا هم یعنی شما کافیه بگوزی بگی من فعالیت سیاسی میکنم، دست به نقد شروع میکنم بهت فاند دادن. برای همینه دیگه از هر 10 نفری که رفتن تو امریکا 15 نفر دارن فعالیت سیاسی میکنن، همه هم اپوزیسیون شدن، همه هم میخوان برن جای خامنه ای بشن. یعنی خامنه ای دوره حکومتش تموم بشه 87,000 نفر ادعای رهبریت خواهند کرد. هر کدوم هم یه گله جا، هر کدوم هم میگن ما یه فعالیت سیاسی داشتیم. همه آدمای مفتخور فاند بگیر که فقط از این ور اون ور ولشون کنن برن بودجه بگیرن. تا بوده هم همین بوده، یه قدم هم ور نداشتن. وجود آخوندها برای این افراد کاملا سوده، به خاطر اینکه تا وقتی جمهوری اسلامی باشه، تا وقتی آخوندها باشن، اینا میتونن برن کاسه گداییشون رو بگیرن جلوی اسرائیل، جلوی عربستان، جلوی انگلیس، جلوی آمریکا، بگن جون مادر یه پولی ما بده ما این آخوندها رو ببریم. این گداگشنه‌های به اصطلاح سیاسی و اپوزیسیون، چقدر بحثمون رفت بحث سیاسی رو میخوام بگم، میرن این فاندا رو میگیرن که مثلا فعالیت سیاسی بکنن آخوندا برن، اما میدونن تا موقعی که آخوندا باشن اینا کاسه گداییشون پره. از اون طرف اومدن گفتن که آره ما میخوایم کاری بکنیم که این خانوما تو مملکت بخونن امام انقلاب اسلام هم به خطر، یه بودجه ریزی رد کنید بیاد. اومدن تو این چند سال گذشته چند تا خواننده خانوم رو آوردن. حالا این لابلا یه سری دوست دختر هم برای خودشون انتخاب کردن که این دنیای دوست دختر یکی از مدیرای رادیو جوانه و در طول چند سال گذشته با حمایت مدیر رادیو جوان خیلی شیک و مجلسی تونسته با این همه بمباران تبلیغاتی و وایرال کردن یه خودی نشون بده. از اون طرف چند هفته پیش سحر که یکی از افرادی هستش که در حوزه موسیقی ایران حرف برای گفتن داره و پیش اساتید بزرگ موسیقی ایران دوره‌های موسیقی رو گذرونده. چند سال پیش من انتقادی از سحر کرده بودم. این نشون میده که من اگر کسی انتقاد میکنم دلیل بر این نمیشه که با اون آدم دشمن باشم. اما یه حرف بجایی زد در یک مصاحبه‌ای که انجام داده بود. گفت بود که از وقتی که این دنیا اومده یه ریخته با بچه‌های رادیو جوان رو همدیگه و این دنیا دیدی دیگه خانوما وقتی میان یه جایی میخوان زیرا به همه رو بزنن خودشون اونجا باشن دیگه. گفته که شروع کرده زیرا به تک تک این دخترها و خواننده‌های خانوم رو زدن که خودش اون وسط بره بالا، چون اونا سایتی رو دارن مثل رادیو جوان، اپلیکیشنی رو دارن مثل رادیو جوان، تو تاپ لیستای آهنگاشون یا توی پلی لیستای آهنگاشون هر خواننده‌ای که دلشون بخواد میتونن بذارن تو پلی لیست، هر خواننده‌ای که دلشون بخواد میتونن بذارنش تو تاپ 10 هفته، هر خواننده‌ای که دلشون بخواد میتونن بذارنش توی اون بنر اون بالا نوتیفیکیشنش بکنن، تو تلویزیونشون 20 بار آهنگشو پخش بکنن، توی سایتشون و جای مختلف استوریش بکنن و خیلی راحت میتونن یه آدمی که اصلا هیچ چیزی از موسیقی نمیفهمه رو بکشنش بالا. و از اون طرف شما یه دونه موزیک شخ میبدی، 2 تا موزیک شخ میبدی، 10 تا موزیک شخ میبدی، به حال گوشت دیگه عادت میکنه دیگه.
و شروع میکنن از این موسیقی ها و از این آهنگ های عبدالخیاری درست کردن. سحر اومد مصاحبه کرد، گفتش که از وقتی که این اومده تو رادیو جوان اصلا ریخته به همه رو زیرا پیش زده، منم دیگه اصلا فعالیتمو به صورت آرتیست رادیو جوان ادامه نخواهم داد. اون وسط دنیا اومد گفتش که یعنی چی این حرفو میزنی؟ چجوری تو میخوای با اسم من خودتو بکشی بالا، میخوای خودتو کلوف بکنی، بزرگ بکنی، بالا بکنی فلان، تو میخوای با اسم من معروف بشی؟ یکی نیست بگه دنیا جان شما به دنیا نیومده بودی سحر خواننده بود، شما به دنیا نیومده بودی سحر رو میشناختن، نزدیک 200-300 تا کنسرت حداقل از تو بیشتر گذاشته. نمیخوام از اون خواننده دفاع بکنم، میخوام بگم که این آدمایی که اینا بهشون ما میگیم خواننده های فیک مجازی، خواننده هایی که تو مجازی حرف برای گفتن دارن. برید کنسرتاشون، چون من فیلم های کنسرتاشون و اینا رو همه آنالیز میکنم تو برنامه ناکوک و اینجا فقط میخوام به شما توضیحات بدم که بدونید. خوانندگی توی لایو افتضاح، تو کنسرت افتضاح. یه 2-3 تا ویدیو ازشون اومده بود بیرون، هیچ کی اینا رو نمیشه، خودش با آهنگ خودش داب اسمش میکرد. بعد 2-3 تا آهنگم که ازش هیت شده، قشنگ قسمتایی هیت شده از این آهنگای دنیا که خودش توش نخونده این کیس جدید منه، اصلا اون رپره معروف شده. بعد تازه ما فهمیدیم که خواننده اصلی این بوده، اون وسطش اون رپه که مگا هیت شده اون یکی دیگه بوده. بعد این آهنگ شروع شده پلی شدن، آهنگای من 2-3 میلیون ویو خورده. بابا این آهنگ اصلا به خاطر یکی دیگه پلی خورد، حالا لاش تو همون وسط بودی. شما با مافیای موسیقی اومدی بالا، با مافیای موسیقی رسیدی به این جایگاه. حداقل اگر با مافیای دیگه خودت هم این قضیه رو میدونی دیگه دوست دختر مدیر رادیو جوان بودن و ارتباط داشتن اینا رو که دیگه خودت هم میدونی. اگه نمیدونی یه زنگ بزن از عموت تو سوئد بپرس. اشکان جان دوست خوب منم هست، چقدرم سفارش میکرد آقا کاری با این برادرزاده ما نداشته باش. اگر فکر میکنی من دارم چرت و پرت میگم و حرف من قبول نمیکنی، عموتو که دیگه قبول داری، یه زنگ بزن به عموت بگو عمو جان من استعداد دارم و با مافیا اومدم بالا. اون راحت صداقت رو برات خواهد گفت، با صداقت به جواب خواهد داد. ولی آقا وقتی با مافیای موسیقی میای بالا میرسی به اینجا، یه احترام آدمایی که از خودت بزرگترن داشته باش. اولین کنسرت زندگی تو با همین سحر گذاشتی، دوتایی با هم بغلش هم کرده بودی. اینا بذار من بگردم براتون پیدا کنم، امیدوارم که توی آرشیوم باشه بهتون نشون بدم. خب اولین کنسرتشو این دختر بچه با سحر گذاشته بود. بابا تو آرزو داشتی این سحر رو نزدیک ببینی. من میخوام به شما بگم که مافیای موسیقی اینها بفرمایید، فکر نکنید من دارم شعر و ور میگم. اینها یه بچه تو داره، یعنی اگه این سحر فکر کنم ازدواج میکرد الان زودتر ازدواج میکرد، مثلا تو 17-18 سالگی تو همسن بچهش بودی. میخوام بگم که خیلی از خواننده های با استعدادی که توی ایران وجود دارن و خیلی از خواننده هایی که توی ایران حرف برای گفتن دارن، پشت در اتاق یه سری از مدیران ارشاد میمونن برای مجوز موسیقی. چقدر امیر تتلو رو اذیت کردن و بهش مجوز ندادن، مجبور شد از ایران مهاجرت بکنه. از اون طرف آرمین زارعی رفت با مافیای موسیقی و رجبپور بست، تونست مجوزش رو بگیره. بعد میگن حکومت عدل علی و عدالت علی و حکومت عادل که عادلانه همه کارا رو انجام میده. عادلانه ولی به شرطی که پارتی داشته باشی. اون بند پارتی رو هیچ وقت به مردم نگفتن. الپارتیت داخلت این حکومت این عربیش میشه گفتم اگه دوستان، چون خیلی هاشون عربن تو اون سیستم و خواستم عربی بگم که بدونن، چون یه دفعه میبینی یه فتوا روایت میارن 4 تا جمله عربی میندازن تنگش، خواستم که قشنگ جا بیفته براشون. الان ماجرای مافیا رادیو جوان هم همین شده. حالا این تنها نیست، یه 4-5 تا خواننده دیگه هم هستن که مثلا با رادیو جوان کار میکنن. اصلا من اسمشون رو بیارم شما تا الان اسمشون رو نشنیدید، ولی اینا رو مافیای رادیو جوان دارن خودشون رو
میکنن که مثلا اینا رو معروف بکنن، اما خودشون هر چقدر هم که پاره بکنن نمیتونن. ولی با این حال ما افشاگری میکنیم که پاره بکنیم این مافیای موسیقی رو. بعد از اون طرف این دنیاه خب ادعاش هم میشه. این ادعا رو من نمیفهمم خب که من از همه سرترم، من اصلا پیجن که بگی که آقا وفتاد وایس گذاشته بود توی کانال تلگرامیش، اینا من وایسشو میتونم براتون صداشو پخش بکنم. ببینید با چه مثلا نگاه کنید. حالا واقعیت اینه که خیلی ویدیو زیاد دارم خب، ولی خیلی طولانیه، یعنی باید بشینم همه رو کات کنم. من واقعا خسته شدم از اینکه صبح پاشم ببینم یه ویدیویی پخش شده که یه آرتیست شخصی نشسته جلوی دوربین، به هر دلیلی دیده شدن، ویو گرفتن، اصلا دلش پره، هر چیزی داره یک سری خزعبلات و اطلاعات غلط در مورد من به مردم میده. خب وایس بعدی چی بوده؟ بزنم. واقعا گندشو در آوردین. من اولین کنسرت زندگیمو خانم سربا شما توی ترکیه گذاشتم. شما چیزی جز احترام هیچ وقت از من ندیدی. بماند که همون روز، همون چند روزی هم که من با شما اولین بارم هم بود که تجربه کنسرتم بود، شما چقدر منو عذابم دادین، چقدر به من بی احترامی کردین و چقدر کارهای زشتی انجام دادین که همه افراد بند و تک تک افرادی که توی این برنامه داشتن کار میکردن دیدن این رفتار از شما. بماند که شماها چه کارایی با من کردین و چه عذابی دادین منو سر اون برنامه و بعد اون برنامه و خیلی روزای دیگه شما چه کارایی با من کردی، چه بدیایی به من کردی. اون وقت شما دقیقاً چی از من دیدی که $1,000,000 ارزش داره؟ میتونم بدونم؟ میشه بیای به من بگی که منم بدونم چی از من دیدی که $1,000,000 ارزش داره؟ ماجرام از این قرار بود که سحر تو مصاحبهش گفت من چیزایی رو از دنیا میدونم خب که اگه بگم $1,000,000 ارزش داره. بعد اینم میگه چی از من میدونی $1,000,000؟ خب فن پیجاتون منتظرن شما یه حرف راجع من بزنین که به جای عکسای خودتون، ویدیوهای خودتون، عکس منو بذارن با حرفای شما که ویو بگیره پیجشون. همین کافیه واسه این که بخوام بگم دارین اشتباه میزنین. کلا همین کافیه. خجالت بکشین. واقعا شماها انسانین؟ شماها کین؟ یعنی چجوری میتونین انقدر راحت با آبروی یه دختر بازی بکنین؟ چندین سال سکوت کردم، دیگه سکوت نمی کنم. تموم شد و رفت. هر چی راجع من میخواین بگین بیاین درست بگین. آقا $1,000,000 ارزش داره. چی دیدی؟ بیا بگو ببینم. چی دیدی؟ بیا بگو. چرا نمیگین؟ چرا همتون فقط یه چیزایی از من دیدین، هیچ کی چرا راجبش صحبت نمیکنه؟ حالا چی بیام بگم مثلا تو با مدیر مثلا رادیو جوان بودی، یا مثلا تو با مافیا موسیقی. نه، شما با کاملا با استعداد اومدی بالا. بعد یه دونه اسکرین رکورد هم از چیزش پخش کرده، از چت خودش با سحرم پخش کرده. خب که این هم جالبه ببینید. سلام سحر جون، خوبین؟ سحر جون شما چی از من دیدین که $1,000,000 ارزش داره که رفتین تو لیوینگ روم دوستتون نشستین در حال سبزی پاک کردن، یه سری اطلاعات غلط دارین به مردم در مورد من میگین؟ میشه من بدونم؟ اینکه شما چند تا آهنگ آخری که دادین بیرون نگرفته، پروموت نشده، به من ربط داره سحر جون؟ شما به جای این کارا برین بشینین رو آهنگاتون کار بکنین، آهنگاتون بگیره، بلکه دست از سر من وردارین. من به هیچ عنوان هیچ وقت یادم نمیاد حتی بعد از این همه بی احترامی و بدیایی که شما من کردی یک بار من به شما بی احترامی کرده باشم. شما واقعا به چه دلیلی و به چه حقی میایین میشینین راجع به من یه سری اطلاعات غلط به مردم میدین؟ میشه چیزایی که دیدین رو به منم بگین، منم بدونم؟ نه نمیشه بدونی. بعد جالبه که توی این هیری ویری خب رفته در این دنیا که اسمش هم گیتیه، اسم خوشو گذاشته دنیا، خب اینها رفته درخواست کارت ملی داده که 4 سال دیگه یه سفر ریزی هم به ایران داشته باشن دوستان. و اینا شغل هم زده خونه دار، حالا خوانندگی اینا هم که شغل نمیدونم. اینم خودش گذاشته تو کانال تلگرامیش. حالا ما از جای خاصی در نیاوردیم که گفته میخوام برم یه کارت ملی بگیرم که بعدش هم احتمالاً بعد یه پاسپورتی بگیر و بره دنبال زندگی. البته مال چند ماه پیشه طبق تاریخی که ما داریم میبینیم. اینم شده داستان رفت که بازم میگم به صورت مفصل با دیتیل، با جزئیات، با افشای یه سری اسناد، مدارک، فایل‌های صوتی، نمیدونم شاهدان و افرادی که
مستقیم با رادیو جوان مافیا موسیقی در تماس بودن، ما تو برنامه ناکوک بهش خواهیم پرداخت و حتما صورت تخصصی به این موضوع میپردازیم. شما برام کامنت بذارید، نظرتون رو بگید که آقا واقعا اینا استعداد دارن یا چی. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.